پلیس جلال‌آباد عملیات بازداشت طالبانده‌ها در خیابان‌های این ولایت را شروع کرده است. میان بازداشت شده‌ها شهروندان ازبکستان زیادند. مقامات انتظامی میگویند بعد باز شدن مرز تعداد طالبانده‌ها از کشور همسایه افزایش یافته است. با گرم شدن مناسبت دو کشور گذشتن از دیدبانگاه‌ها سبکتر شد. بنابر باز شدن مرز شهروندان زیادی ازبکستان برای با همین راه پل کار کردند و اینجا میآیند. ما برای جلوگیری از استثمار نابالغان عملیات میگذرانیم. مقامات شهرداری پیشگیری موج طالبانده‌ها را از کشور همسایه غیر امکان می‌دانند. آنها میگویند یگانه کاری که از دستشان میآید در قید گذاشتن و به وطن بازپس فرستادن این طالبانده‌هاست. با قرغیزستان اکثری طالبانده‌های ازبک مخصوص به خاطر گدایی می‌روند. بعد کشودن مرز ما برای طالباندگی به آش و جلال‌آباد می‌آییم. این شیوه زندگی ما از نسل به نسل می‌گذرد. همچنین برای 10 روز به کشورهای دیگر روسیه و قزاقستان می‌رویم. موسم چینشی پخته در ازبکستان تمام شد. در وقت‌های خالی طالباندگی می‌کنیم. ضرر ما به هیچ کس نمی‌رسد. بیشتری طالبانده‌ها در کوچه‌های جلال‌آباد لولی‌ها می‌باشند. اکثری آنها از ولایت اوش آمدند. آیتبک 14 ساله را در بازار شهری دستگیر کردند. 2 روز پیش او از شهر قرسو آمده بود. بعد وفات مادر 6 فرزند بی‌سرابان مانده است و با وجود سردی‌های زمستان این نورس با پایافزال تابستان آمدم که برای سر و لباس مکتبی کمی پول کار کنم. مادرم کیها وفات کرد. پدرم بنابر بیماری گرده در خانه خواب است. ما با مادر اندر زندگی میکنیم. برای زمستان باید آرد و دیگر محصولات را خریداری کنیم. من فرزند پنجم عائله هستم. برای خرد بودنم هیچ کار نمیگیرند. با جز از به کوچه برآمدن دیگر راه نداریم. من حتی پایافزال ندارم. باز باید لباس مکتبی بخرم. ما کوشش میکنیم که از درس خفا نمانیم. طالبانده‌ها راهی درآمد خود را در نبودی جایی کار معنی داد میکنند. در این زمان خود آنها اعتراف میکنند که گدایی پیشه آنها شده است. ما جای کار نداریم. با کوچه از نایلوجی میپرایم. این پیشه به ما از نسل به نسل میگذرد. کودکان را با خود میگیریم. درآمدی آنقدر زیاد نداریم. از 5 تا 6 هزار سوم در یک ماه. فرزندان را دیگر از کدام طریق تامین کنیم؟ تابستان به جمع‌آوری پخته میبرایم. حالا کار نیست. پلیس جلال‌آباد به هنگام عملیات در مجموع 30 طالبانده را آشکار کرده است. همه آنها به شعبه آورده در قید گذاشته شدند.